احتمال جنگ و تاثیر نوسانات قیمت دلار در بحران‌های پیش بینی نشده. اگر نکاتی که امروز میخوام توی کسب و کار بهتون بگم رو رعایت نکنید، ممکنه بعد کرونا این تیر خلاص بیزینس شما باشه. کسب و کارهایی که استراتژی دیجیتال خودشون رو بازنگری میکنن، شانس بیشتری برای عبور از مشکلات و حتی پیشی گرفتن از رقبای خودشون دارن. اولین قدم چیه؟ تسریع در تحول دیجیتال. بحران‌ها معمولا به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنن و ما رو مجبور به پذیرش فناوری‌های جدید می‌کنن. شرکت‌ها باید سریعاً فرآیندهای دیجیتالیشون رو ارتقا بدن و پروژه‌هاشون رو بر اساس ارزشی که توی کوتاه مدت ایجاد می‌کنه بازبینی کنن. طبق تحقیقات شرکت مشاوره بین‌المللی مکنزی، اولین کسب و کارهایی که توی بحران کرونا از بین رفتن، کسب و کارهای سنتی بودن. پس همین امروز برنامه طراحی سایت و تبلیغات آنلاینتون رو بریزید. دومین نکته، برید سراغ مشتریانی که توی شرایط بحران هم همراه شما خواهند بود. مشتریانی که توان مالی بیشتری برای ادامه دادن دارن. یا سراغ کالاهای ضروری عمومی برید که